خدایی این چی حالت؟ او 5 سال خونده دیپلوما گرفته او برای چی گرفته؟ اینجاش نمیره کار قبول نمیکنه اونجا میره کار قبول نمیکنه او دیپلم برای چی در کاره؟ پیشش میره پول بده کارده قبول میکنه او اگر من پول نداشتم ما پیش شما نمی آمدم وای حالی نمی مردو ای حالی مده بهترم ناپورت بیا جوالش کنه